بگوی عمر با من خونه دار میشوی؟ حیات بعضا همین خیل می شود که از کنار نگاه کنید دیگر، گپ زنید دیگر، گوش کنید یک معنای دیگر دارد. یک کلمه است لیکن معنایش دیگر. انسان همه وقت پاداش عملی کردهش را می گیرد. اگر فهمد عوض می شود، اگر نفهمد خیلی بد است. عمر، آرزو کردن خوب است، خوشبختی است. خیال میکنی که عشق جنت است، لیکن از طرف دیگر حیات و عشق یک امتحان است. هر چیزی زیبا امتحان است برای انسان. میدونم برای تو مشکل است، تو رو با این کار مجبور نمیکنم. آخر دیگر راه خلاصی ندارم عمر. غیر از تو هیچ کس من رو نمیفهمد، هیچ کس نجات نمیدهد، هیچ کس. یگان چیز که عمر. خیلی سنم، قریب خودکشی میکردی، حیات آدم میسوزاندی. بایلش اگر از خودکشی دست کشی قبول میکنم، خانه دار میشم. خدایا به من کمک کن. همه چیز زبان خود را دارد. ابر نیست، هوا صاف است، لیکن تنها متخصصان از باریدن باران مردم را خبردار می کنند. سوزنی به دست خلیده برای آگاه کردن مگر کافی نیست؟ عمر، صنم، سرمه و داغن امید و آرزوها دارند. بعضا انسان در محور حقیقت دور زند هم به مقصد نمی رسد. دوست و دشمن مایل به جنجال می شوند. تو جدی میگوی عمر؟ گفتم که برای خودکشی نکردنت، برای زنده ماندنت هم میگویم. تشکر زیاد. تنها وای این رو به سرما باید گپ زنم، به همه بگویم. آنها رو باید راضی کرد. برای این به من فرصت لازم. البته برای به حقیقت رسیدن هر خیال از امتحان می گذرد. اکنون وقت تلاش و مبارزه آرزو و امیدهایت رسیده است. سرما، تو چی رو پنهان میکنی؟ هیچ چیز رو مادر جان. چنان خرسندم که چون که امروز روز تولد عمر است. خدایا
تو چی خیلی با او عاشق شده ای نمیفهمم. تو عقلت رو خورده ای دخترم. روزی تولدت عمر بوده است، گویا که عمر پسری وزیر مادر باشد. جان التماس، عمر نامزدی من است. خوب فهمیدم. عمر یک روز تو رو در بین راه تنها میماند این عمر. التماس مادر جان بس کنون. میبینید همش خوب میشود، همش خوب میشود. انا میبینید چی میشود؟ حسنم چی شد؟ انا همون میشود. مادر جان چیزی که خواهید گفتن گیرید، من نمیرنجم، امروز نمیرنجم. ایستا و تو چی شد دخترم؟ خدایا باز یک سال گذشت، هیچ نیست، خرسندی نیست. ایستا دخترم، ایستا و تو چی شد؟ میدانی غیر از تو کسی نیست مرا فهمد، مرا دوست دارد، لیکن آخر کودکی در قدش بوده از من است. پدر کودک منم. بین من و کودکم هیچ کس در آمده نمیتواند، هیچ کس. سنم از من است، او را به هیچ کس نمیدهم، هیچ وقت. مادر کودکم اوست، او را از من گرفتن نمیتواند. مرا میشنوی؟ گرفتن نمیتواند. پگاه میبینی میلش؟ فکر نکن، همش خوب میشود. با من گوش کن. رفتن اسماعیل رو با اویله نقل نمی کنیم. رفتیم سنه. عمر با من باور کن. کجا بودی تو؟ در کجا بودی؟ ما در اینجا فکر میکنیم تو کیف صفا کن. در کجا بودی؟ کاری کردن معقول شدن. هوشیم ایستو یک دم، ایستو آروم شو. چخیل آروم میشوی؟ توی برپا نگشت، خداها برآمده رفتند، آدمو غیبت میکنند. دخترم در هیچ کجا نیست، تو باشی آرام شو بگویی. نه دختر از گلویش ندار، ایستو نفسش رو راست کند به خود بیاید. بیا دخترم، بیا کن اینجا، بیا اینجا شین. اسماعیل و مادرش برای چی برآمده رفتند؟ بین شما یگان نفهمی شد دخترم؟ باز معلومه شده است. ببخشید، شما رو خیلی رنجوندم، لیکن باور کنید خوب میشود، همش خوب میشود، باور کنید. خوب میشده است. چخیل خوب میشود؟ چخیل به من داد نزنید. باز با پدرش داد نزنید. با این نگاه کنید. تو چخیل هستی؟ با این یگان گپ گوی آخیر. آی هاشی باز اکنون تو چخیل پدر هستی؟ یک مراتبه دخترت رو فهم گوش کن، همه وقت داد میزنی. صدقا تو همه وقت طرفی غرا میگیری، همه وقت. سلام التماس بس کن. همه رو نیمی شب ناراحت نکن. و من کاردار نشو.
دوغان شد اکنون شد بیا به این طرف دوغان یک طرفیستا اوه سلام فکرت خوبی؟ با سنم گپ زدن میخوام خودی حاضر رو از اینجا دوغان با سنم کردار نشو باید با او گپ زنم بفهمی با سنم باید گپ زنم دوغان گوش کن بس هستی خواهش میکنم سنم رو امروز راحت گذار میلش بیا فقط گپ میزن بیا آرام شو امروز گپ میزنم بیتر حاضر رفتم شو خودتو میگم نمیشنوی آرام شو تو به خانه درو من با دوغان گپ میزنم من گپ میزنم رو چی شد این چی داد و بای ماما که هاشیم خانه دروید من با دوغان خودم گپ میزنم رفتیم پدر رفتیم دوغان به نام خدا تو چیکار میکنی نصف شب است آخر در نزد همه شرمنده میشویم ای بس شرم دار دوغان امک بچه را بینید با ما آدابی درس و تربیت میدهد دوغان بس کن مرد شو دختر رو راحت گذار از او چی میخوایی من سنم را دوست میدارم امک بچه با خاندار شدن میخواهم دخترم دختر زیبایم سنم دوغان بس شد نشنیدی دختر من با سرم خاندار شدن میخوام باید با او خاندار شوم هیچ کس به این مانع شده نمیتواند حتی تو سنم از من است از من رفت؟ برای چی مست آمده است؟ راستی چی میخواد نفهمیدم. حاضر یک چی میگوید؟ پگاه هوشیار شود دیگر چی میگوید؟ عمر خیلی زیاد نوشیده است خیلی مادر جون همش خوب بله دخترم همش خوب. صدقه بسر طرفشو نگیر. آخر ملول گردی از دست طلب گزیدن. بس کن هرشیم بس. دختر رو به حالش گذار. من کمی دم گیرم به خدایا. دختری من با عقل است کاری ما درست نمی کند. کنی برو دوغان رو به سنم نزدیک شدن نگذاریم. کسی نمیدوند لیکن دانستن تو ضرر ندارد. دوغان سنم رو دزدید. او رو از دستش نجات دادم. دوغان هم از حد گذراند. خودم رو با یک ازا میدارم. میترسم که با او یکون کاری بد میکنم. فکرت وقتای آخر در نزد سنم باش. او رو نگاه کن. او رو تنها نگذار مایلش. به خانه میروی؟
دیر شد. پدرم خواطر می شوند. عمر، چرا اسماعیل سنم را رد کرد؟ از تو یک خواهش دارم فکرت. التماس سنم را فهم. حالتش خیلی بد است. او پدرت گپ زن. سنم را اینقدر کاهش نکنند. میلش وقتش شاید همه‌اش رو خودش نقل میکند. تو به خانه هاشم نرفته بودی؟ نه نرفتم. یک کارم برآمد. پگاه یک جای رفته گپ میزنیم. خدای توبه. تو چه خیلی مکستی؟ نخود نسبت جیانت بی‌پروا باشی. در محل غیبت ها بسیار شدند. تو نشنیدی مگر؟ تو دیگر کار نداری؟ و خدا تمامی محله گپ میزند. میگویند که اسماعیل سنم را به سبب ترک نکرده است. البته سنم یگان گناه دارد که او را رد. حلیمه، تمام بس کردم. خوش آمدید پدرجان. خوش باش دخترم. خدایا به این دختر این شب چیزی شده است. در خانه به مثل آهو میپرد. به مانند دخترانی قشلاقی نقش دوزی میکند. به عمر تحفه میکرده است. باز دختور شده است. این دخترانی من عقلشان رو خوردند. مادر جان بس اکنون. از عمر چی میخواهید؟ و شما یگون بدی کرده است مگر؟ التماس مادر بس کنید. دیگر نمیخوام که بر ضد عمر گپ زنید. حمزه و دخترت یگون گپ زن آخر. دخترم راست میگوید. بسیار جنگ نکن. هیچ بگو عمر با من خانه‌دار میشه. میدونم برای تو مشکل است. آخر راهی خلاصی ندارم. غیر از تو هیچ کس مرا نجات نمیدهد. هیچ کس. سنم از من است. چرا مست آمده است؟ راستی چی گفتنی مست معلوم نیست. حاضر میگوید پگاه فراموش میکند. عمر با سنم خانه‌دار میشوم. خدایا با من کمک کن عمر. او را از دست با من کمک کن. مدد رسان خدا جان. راه نشان ده. ببخش سنم. ببخش مجبور شدم با تو این را گفتم. نمیگفتم خودت را بکشتی. خدا جان کمک کن راه عمر. نشان ده. سلمه این را با تو چی خیل بگویم؟ چی خیل؟ عمر اگر این مشکلی را حل نکنی وای خیلی کلان بشود. عمر یگان چاره باید یا عمر یگان چاره باید یا عمر یگان چاره عمر چاره باید یا عمر چاره باید یا یگان چاره باید یا بی عمر. یگان چاره. قربان. بعضا یک نفر رو قربان میکنی، بعضا قربان یک نفر میشوی. قربان شدن هم خوش است، قربان کردن هم. شین سرت تا خورده است. این کار را سبک میکنم. حضرت ابراهیم علیه السلام پسرش اسماعیل علیه السلام را برای قربانی کردن میبود. امر از بالا هست میگوید قربانی پسرش بود. لیکن کسی که قربانی میکند قربان میشود. در محور حقیقت بودند و هستند. از این قربانی ها چقدر کارهایی به خیر برآمده است. حاضر خواب بینی میگوید تو کی هستی؟ میگوید تو کی هستی؟ تسلیم شوی. عقل در کجا میموند؟ میگوید آدم. میگوید من به این کله جاهلم میگویم که از یگان نفر پرس که دو عقل از یک عقل بهتر است یا نه؟ قربان شدن خیلی کاری جدی است.
با خواست خود رخ ندهد هیچ کس قربانی را قبول نمی کند. با دست خود کنی، بعد فکر میکنی که قربانی قبول شده است یا نه. قربانی با خواب شروع شد عزیزم، لیکن خواب هنوز تمام نشده است. سرما 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 سنا سنم گوش کن. سنم جدی گپ زدن میخوام. سنم خیلی مهم است، خیلی مهم. آقان برسکنون سنم رو به حالش گذار، وگرنه وگرنه چی؟ وگرنه با همه اویله میگویم که تو سنم رو دزدیدی. بدتر شاید خودم رو داشته نتوانم. تو نمیبینی که احوالی سنم بد است؟ او رو به حالش گذار. رحمت مادرت می بود. چه سامبوسه های بالازد می بود. از بویش مست می شدی. زیبی هر یک خانه زن است. به خانه مان بخت می آید. خدا خواهد توی تو سرمه را برپا می کنیم. توی را هرچی زودتر می گذرانیم. پدر، از شما یک چیز پرسم. بپرس. پدر، فرض کردیم که یک نفر به ناخوشی گرفتار شد. به سرش یکون چیزی بد آمد. چاره ندارد. خیر. با او چیزی باشد نباشد باید کمک کنیم، همین طور نه؟ البته. خوب، حتی اگر از دوست داشته جدا شدن لازم آید. یعنی مسئله زنده ماندن باشد. کمک نکنی، فرض کردیم خودش رو کشتنی باشد. تنها تو دستت رو دراز کنی نجات می‌یابد. امکانیت دست دراز کردن داشته باشی دراز میکنی پسر. لیکن در آخر روشن‌تر گپ زن پسرم. تو با این چی گفتن میخوایی؟ پدر،
Sanam. Vay. Çıkır bu ya. Hazır. Alo? Padar? Padar? چی شد؟ بابایت مادر جان شما با کجا می روید؟ به خانه صدیقه می روم دخترم. تمام محله درباره سنم گپ می زند. تو نمی روی؟ من هم رفتنیم لیکن این خیلی باشد بیا همراه می رویم. رفتیم. کی زنگ می زند دخترم؟ شما روید من بدتر می آیم. خدایا چرا تو دایی مرا از نظر میرونی؟ چی دکتر شدم گفته فرشته شدی؟ توبه کردم این روزها را مادر جان التماس. بیا مان. الو هارون چی شد؟ الو آقای سرنا سلام. ما با یک قرار آمدیم و محله برمیگردیم. سعیده کمی در حراس است لیکن دیگر خیلی نمیشود. رفته باید با پدرتون گپ زنیم. شو سعیده غم مخور. سرما با کسی نمیگوید. چی شد هارون؟ گوش کنید آقای سرما. در محله یک رفیقم است. با او گپ زدم. یک چند وقت در خانه آنها میمونیم. حالا باشد هیچ کس از اومدن ما خبردار نشود. مایلش کاش که روز به خانه نمی آمدید. سعیده از پدرتون میترسد. پدرم تماما عوض شدن. این رو با سعیده فهمانده نمیشود. اول به محله آییم بعد به وضعیت نگاه کرده به یک قرار می آییم. مایلش تا بستید. مایلش پدر. خدا حافظ. پدر؟ پدر؟ چی شد گپ زنید؟ با بابایم چی شد پدر جون؟ بابایت در مدینه بیمار شدند. مرا به نزدشان میخوانند. پدر جون صدای بابایت مرا خواطر کرد. به نزدشان رفتنم لازم. باید یکی از ما نزدشان باشیم. من باید زودتر آماده شده برایم. حلیمت آدگانه صبر کن. با خانه صدیقه می روی؟ بله می روم. گوش کن با تو چی میگویم؟ چی میگویی گبزم؟ توی سنم برپا نگشت همین دو. گوش کن چی میگویم دگونه. خدایا چی میگویی گبزم؟ این قدر گوش کن چی میگویم. گوش کن چی میگویم. گبزم آخر گوش میکنم. من یک به مکتب درویم. پدر جون باز چی میخوایی؟ علیا تو با من یک امکانیت دیگر ده. علیا بچه ها شما رفتن گرید من از پستون میآیم. با من گوش کن فکر. از تو جدا شده قدرت رو فهمیدم. تو را و فرزندانم را نبینم خودم را تنها حس میکنم. نمیبینی مگر به تو نمیتوانم علیا. تو وقتی که ویزان در این محله هست با تو روبرو شدن نمیخواهم هیچگاه. علیا الو حاضر میآیم پدر. من یک برادر دارم کو ادهم. میدونی سال گذشته زنش مرد. حاضر با دو کودکش عذاب میکشد. خانه دار شدن میخواد لیکن دختر یافته نمی. من میگویم از عائله عدلیه خواهیم آنها به ما دختر میداده باشند. البته میدهند. و مثل هم داماد رو از کجا میومد؟ تو دل صدیقه را یافته میتوانی دگونه؟ تو این طرفش رو به من گذار. ها سانم هم بعد همون راست. خیر من روم بعد مالش
توبه کردم. نه مرا دوست می‌دارد. با من گفت که تو دختری خیلی با عقل هستی. با من هم خیلی با تجربه هستی گفتن. من شعر می‌نویسم، تو نوشتن نمی‌دونی. خیر چی من هم نوشته میتوانم. جمره، الیف، شما چرا بین خود تقسیم کرده نمیتوانید؟ معلم یعقوب مرا خیلی دوست می‌دارن. همین خیلی نه معلم. مرا خیلی دوست می‌دارن. من اره مثل پدرم دوست می‌دارم. مرا مثل برادرم دوست می‌دارم. با من گوش کنید، شما هر دوی رو دوست می‌دارید. جنجال نکنید مایلش. همه خیلی لایق دوستداری استاد یعقوب میشوید فهمم؟ فهمیدم معلمم. مایلش معلمه جان. با شما چی شد؟ با پدرم گپ می‌زدیم چی میشد؟ خوش اومدید بچه ها. دخترم تو نرفتی؟ علیه این خیلی نمی شود. حضور و خوش‌دامنت چی گناه دارد؟ در این روزهای وزنین در پهلویشان باید یک نفر باشد. دخترم صدیقه بیچاره را باید یک نفر زن دستگیری کنند. تو روی کمی هم باشد خمش کم می شود. رو دخترم، حاضر وقتی قهر کردن نیست. تو برای شوهرت نی و برای خاطر خسر و خوش‌دامنت می روی. انسان باید در همین حالت انسان بودنش را نشان دهد. با فکرم راست میگویید. خدای صدیقه بس کن، روند رفتن گیرند. گویا که دنیا چپه شده باشد و اسماعیل تماما به من معقول نبود. به من گوش کن و تو یک خبری خوش دارم. چی؟ یک نفر صنم را خواستگار شده است. خدایا در این دنیا همه چیز رو بدیل نگیر. علی نشود ولی نشود. حلیمه تو چی مرا مسخره میکنی؟ با دختری که 2 مرتبه از نامزدی گشته است که خواستگار میشود. امشب آمدنی اند. مرا پیشتر فرستادند که خبر دهم. شاید شناسی. کی؟ پسری مهران خانم ادهم. ادهم؟ با فکرم وای کودک دارد. بازو مردی زن مرده است. خیر چی شده است؟ بچه هایش مثل فرشته میباشند. ادهم هم خودش همین خیل سرداری مامور شده است. در این زمان خیل آدم را از کجا میابی؟ مایلش من میگویم که بیگاه بیایم. توبه. شیرین نکنی بیبی جو نکنی بیبی. علیه دختری زیبایم. فکرت نیست در خونه. همراه پدرش برای گسیل امکی علی رفتن. درو دخترم. آواز پدرم رو شنیده ترسیدم. وگرنه نمی رفتم. پدرم با تلفن شاید دیگر بر نگردم گفتن. از هفتش یگان گپی گفتنی دارند. مرا به نزدشان دعوت کردند. یکی از شما را باری آخرین دیدن میخواهم گفتند. در بین همه امان بیکار منم. یگان واقع شود با شما خبر میرسانم. انشاءالله همه‌اش بخیر میشود. از تن ما دست پدرم رو بوسه. البته که از یک طرف خرسندم که آن خاک مقدس را زیارت میکنم. هرچند حالت پدرم مرا به تشویش آورده است. لیکن ضد نشوید. شاید هفته آینده با پدرم برمیگردیم. انشاءالله. خیر عزیزانم. توی میشود انشاءالله. فقط کمی دیرتر. بخیر باشد پدر. عمر پسرم چیزی گفتنی داری؟ وای پدر، من خودم حال میکنم. با شما روی سفید. از من راضی باش پسرم. راضیم پدر جان. خدا نگهبانت. عمر جان، روی سفید عمر، با بابایم سلام گویید میلش. با او گویید که داغنی پیشینه نیست. همش گل بریم، غم نخورد. من
برای این عائله حتی جانم را فدا میکنم. مایلش امک جان؟ مایلش داغن. امکی قربان. راهی سفید علی. تشکر امک. خیر روی سفید. سلامت باشید. روی سفید امک. قربانت شما میترسم. خدا نگهدار. فکر کن که همش خواب است. در خواب استی. فکر کن که بیدار شدی. قربانی کی است؟ قربان نکردگی کی است؟ تو به این سوال جواب داده میتوانی؟ میگویی که کاری قربانی به خواب نمیشود. من هم میگویم که اولین قربانی خواب دیده باشد، هم چشمانش پوشیده باشد، هم لیکن قلبش هنوز نخوابیده است. کسی که خواب است و خودش را بیدار فکر میکنه چی؟ این کار هم نادرست. دردم سنم است. میترسم باز با دخترم یگون چیز نشود. دردش را نمیگوید. چرا با اسماعیل خانه‌دار نشد؟ در سرش چی فکر است نمیدونم. خدایا این کار آسان است. و من گوش کن. شکران خانم رو میدونی؟ فالبین شکران هست کو؟ و نزدی او رویم. با همه نمودی درد دوام میفته است. درد سنم را هم میگوید. هیچ نباشد دردش رو میفهمیم. نمیشود ینگای حلیمه. فال دیدن گناه است. این خیل نمیشود. خدایا چی میشود؟ و فال باور نمیکنی؟ لیکن به فال هم نمیشود. و من گوش کن صدیقه. از اون یکی بیهوده درونت رو میخوری. فال کشا. احوالش رو فهم. گناه شود گناه به سر من. تو دروغگو هستی، دروغگو. تو باشی با خیل هستی. من از تو بهتر میخوام. تو با من حسد میبری. تو دروغ میگویی، دروغ. تو مرا دروغی نگوی. من دروغ نمیگویم. خیلی بس کنید شما چیکار میکنید؟ بای مرا دروغگوی گفت معلمه. آخر بای دروغ میگوید. معلم یعقوب با من آفرین گفتن. چون که شعری گفتن ما قول شد الیف باشد و خیلی میکند. نخود برای همین جنجال کنند. با خودوه در این موضوع با شما گفت زده بوده. استاد یعقوب هر دویتون رو برای دوست میدارن. یکیتون رو برای خوب خوندن، دیگرتون رو برای با عقل بودن. فهمیدید؟ بیایید اکنون این موضوع رو محکم کنیم دخترها. رفتیم. در پناه خدا باشید. سلامت باشید. خدا او را به مقصدش رسمد. سلامت باشید. مایلش تا بازید عمر. داغن فکرت اجازت میدهی؟ البته عمر. ولی امک بچه تو رو گوش میکنم. وای دین شب گپ‌های بسیار گفتی. گفته‌هایت رو در یاد داری؟ من مست نبودم. یعنی چیزی که گفتی جدی گفتی؟ بله جدی بود. سببی از پس سنم مثل دیوانه دویدنم همین است. با او خانه‌دار شدن میخواهم. من دیگر کس نه. فهمیدی امک بچه؟ بین من و سنم هیچ کس در آمدن نمیتواند. هیچ کس مانع شده نمیتواند. جدی میگویم. و همه چیز راضیم. حتی اگر با دیگر کس خانه‌دار شده جدا شود، صاحبی کودک شود، هم از من میشود، سنم از من میشود. این را در پیشانم نوشتم. من به این آدم باوری ندارم. فکرت این دختر باز تلفنش رو خاموش کرده است. باز به شما چی شد دخترها؟ آخر شما با هم دوگانه هستید کو؟ مثل اپا و خواهر دویم همراه میگشتید. همین طور نه؟ بله معلمه. اکنون باشد همدیگرتان رو گناهکار کرده جنجال میکنید. بگویید برای چی؟ برای استاد یعقوب همین طور نه؟ برای مهر و محبت شده به همدیگر دروغ گفته جنجال نکنید. این کار خوب نیست. این به شما نمیزیبه دخترها. اگر استاد یعقوب این جنجالتون رو فهمد خیلی میرنجد. او رو رنجاندن میخواهید. نه من استاد یعقوب رو خیلی دست میدارم. من هم مثل پدری رحمتی هم دست میدارم. من رو باشد مثل رحمتی اکا هم دوست میدارد. و شما برای همین مهر و محبتی تازه به هم جنجال میکنید. همین طور
کنی زود از یکدیگر بخشش پرسید و هم دیگر رو با آغوش گرید. زود. مرا ببخش. تو هم مرا ببخش. تشکر زیاد معلمه. اکنون روید دخترها، تنفس شد. سنم کاری کرده ای تو چی؟ با بچه ها میگوی لیکن تو هم با سرما پای خواهر نبودی مگر؟ کاری کرده ای تو چی؟ کاری که با عمر رو سرما میکنی با کاری کرده ای بچه ها مانند نیست مگر؟ اگر پدرم ما رو باز جدا کنه چی؟ سیده بیهوده غم میخوری. سرما گفت که یگان مشکلی نمیشود. همه‌اش خوب شده است. پدرت به خانه دارشوی عمر و سرما راضی شدند. مگر بر ضد ما میبرند. اکنون غم مخور. راست به خانه رفیقم میرویم. در آنجا یک هفته میایستیم. انا بعد میبینی که ترست بیهوده بوده است. چقدر روح مانده است؟ خیلی کم. ایدیوت شو سیده! سنا بیا درو. مرحمت بشین. بناستم زود می در اومدی. وقتای آخر تماما نمی دروی. راست میگویی. ببخش سرما. تو رو خیلی رنجوندم. از برای من تو از تو شرم میکنم سرما. من آمادم که با تو گپ زنم سرما. بله گپ زن، گوش میکنم. وای گوش کن سنا. انگشترین نامزدیم در کجاست میدانی؟ در دستی عمر. آن رو با عمر برگرداندم. سببش تو هستی سنم. دیگر بس. دیگر در بینمون نیست. عمر رو به حالش گذار. التماس به ما خلال نرسون. اکنون دیگر زیخ شدن نمیخواهم. عمر رو خیلی دوست میدارم. حیاتم رو به او تصور کردن نمیتوانم. با عیبی تو قریب که جدا میشدیم. حاضر باشد مناسبتمون خوب شده استاده است. دیگر نمیخواهم که ویران شود. میفهمی؟ سرما گوش کن. من فهم. عمر آدمی خوب است. خیلی دلسوز است. نمیخواهد که کسی عذاب کشد. در قلبش یک ذره هم بدی نیست. او خیلی کسی برحم است. اگر تو از رحم دلی او استفاده بردن خواهی باور کن که مرا بر ضد خود میکنی. مرا فهمیدی؟ نه. عمر از من است سنم. از من. وی نامزدی من است. به نزدیک خانه دار میشویم. توی میشویم. اکنون ما رو به حالمون گذار. به خوشبختیمون خلال نرسون. اگر یگون مشکلی داشته باشی خودت حل کن. معلمه هستی. عقل داری. چیکار کردنت رو باید دانی. تو حق نداری که به وقتی ما ضامن شوی. فهمیدی؟ حق نداری. سرما التماس مرا ببخش. ببخش مرا.
سنم алия духтарам янга боз каме мемонди ба куҷо меравӣ равам бо фикрат рӯбарӯ шудан намехоҳам духтара биё мон ҳамин як равиятро рафтем бачаҳо меравем модарҷон боз каме дигар истем мо бадтар меоем бале илтимос майлаш лекин дер намонед биё омадам акаҷон биё кане дароед биё рафтем дер мемонем рафтем уф не ҳалима ман ба назди фолбин намеравам ба сарам гуноҳ гирифта намехоҳам не намеравам гуфтам намеравам худоё ба ин нигоҳ кун аз як фолбинӣ чӣ қадар гуноҳ мешудааст ман ба шукран гуфтам ки меоем нигоҳ кун румолчаи сурмаро ҳам гирифтам ту ягон чизи санамро гирифтӣ мӯй қапакашро нигоҳ кун мебинӣ шукран мӯй қапакро дида дарди санамро зуд мефаҳмад ба худо рост мегӯям биё рафт ба роҳ ки баромадем бояд дигар аз роҳ барнагардем рафтем рафтем зудтар рафтем наргиз биё аз пасташон меравем санам маро гӯш кун ба ту гапи муҳим дорам гӯш кун ман гӯш кун санам ягона одаме ки ба ту кӯмак мекунад ин манам ягона роҳи наҷотат манам маро гӯш кун санам санам биё ба хона мерем бояд маро гӯш кунӣ санам санам ягона роҳи наҷотат манам زودتر باشید سعیده زودتر یوری دیگه سعیده خواهرم زود بدرون درارید زود بدرون درارید زود باشه زودتر باشید سعیده احتیاط کنید نفری که آینده‌اش را می‌خواهی دختری تو است یک بار الکی جدا شده است من به تو نگفته بودم دیدی میدوند خدایا چرا دونست تمامی محله میداند که دخترم از نامزدش جدا شده است خانم این فال از کسی باور نکند نمیبراید از حاضر گفتمونم میلش باور میکنم گپ زنید کنی با دخترم چی شده است تو زی خستی دخترت هم حلیمه چرا مرا با اینجا آوردی بس کن دخترت رو یک نفر از راه دور خواستگار است انا دیدی این رو هم دانست دور نیو خیلی نزدیک آنه که از راه دور بود دختر رو پرتافته رفت و این نامش هم چی بود؟ اسماعیل بود کنی شکران خانم کنی ببینید این دختر تقدیرش با کی رفته باشد یعنی او کیست قد و قامتش چگونه بلد و زیبا دو کودک بزکنون شکران خانم ایستاید گپ زنم نگاه کن دختری تو رو به نزدیکی توی پر دبدبه کرده میبرند خیلی خوشبخت میشود انشالله شکران خانم و دختری من هم یک فال کشوید میبینم کنی شنویم کنی بطاقت نشان زودتر گوید آخه شد هارون آرام شو به خود بیا اپای سرما حالش خیلی است خیلی خونی زیاد رفته است حالتش خوب نیست زودتر باید خون یابیم
گروه خونش گروه آ منفی از من نمیشود. من میدونم لیکن از من هم نمیشود. خدایا خیلی خونی کمی افتاد، زودتر باید یابیم. غم مخور سرما. گروه خونی من میشود. گروه آ منفی. راست است دوغم. خون را در کجا میگیرم؟ تشکر دوغم. بیا به این طرف. بیا زودتر. تشکر اکای دوغم، تشکر. با مادرم حتی خبر دادن نتوانستم. الو مادر جان. بیا اکا جان من هم بینم. ایستو نرگیس ایستو. خلا نرسون. خدایا شما در اینجا چیکار میکنید؟ کنی بیاید اینجا. کنی بیاید اینجا. رفتیم. بیاید. کنی رفتیم. صدیقه من از این خیلی کارها پول نمیگیرم، لیکن شما رو نرنجانم گفته میگیرم برای نرنجاندن تو. البته بله درست. رفتیم بچه ها رفتیم. بایسته باز نرفتیم. بشد رو السلام علیکم دکتر جوان. و علیکم سلام امک قربان. بشین. در این وقت باید در بیمارخانه باشی، همینطور نی؟ معلوم است که بچه ها هفتیده ای. اگر عقل انسان بچه ها هفتیده باشد وای بر حالش. در چاهی تاریک نشسته بالا را نگاه میکند که یگان نفر آمده دستش را دراز میکند. چه دراز کند؟ هیچ کس از چاه خبر ندارد. تو را عقلت بچه ها هفتیده است. این خیلی باشد یعنی از چاه خودت تنها برا. من میدونم که تو برآمدن میخواهی چون که جان کنده ایستاده ای. امک قربان اگر به من یگون چیز گفتنی باشید فهموتر گپ زنید. همش فهمو میشود. در دنیا معنی امتحان میماند مگر آقای دکتر؟ فرزند انسان برای فهمیدن امتحان و دعواهای پنهانی این دنیا زندگی میکند و خواهد کرد. عقلت را کار میفرمایی، دلت را کار میفرمایی. از همه مهمش درست بودن و تصمیم درست گرفتن میباشد. یعنی آدمی درست میشود، آدم درست را مییابد، دردش را میگوید و در آخر درمان مییابد و خلاص میشود. فراموش نکن آقای دکتر حضرت یوسف هم بچه هفتیده بود، لیکن سلطان مصرش. من حاضر در همان چاه هستم. باز این باشدم از راه درست نبرآمده میتوانی و دوستانت هیچ دروغ نگفته میتوانی. امک قربان با آدمان گپی راست گویی حیران میمونند. مایلش عزیزم به من اجازت. همدمی دیوانه ها هستند. کسی که کاری حق را کردن میخواهد محورش باید راست باشد. سلامت باش. ایستا صدیقه یردم ایستو. در نزد فوبین چی گم کردم؟ چرا آمدم؟ همه گفته هایش دروغ. خدایا توبه کردم، مرا ببخش. چی کار کردم؟ و سرم گناه گرفتم. خدایا ایستا. رومالچه سرمه را در نزد شکران فراموش کردم. ایوهی این هوریه نیست مگر؟ با کجا می دودین؟ ایستا با او یک دو دهن گفت دارم. هوریه حلیما ایستا. هوریه ایستا و من گوش کن هوریه. یا جای دخترم رو میگویی یا از تو با پلیس شکایت میکنم. فهمیدی؟ همش از برای تو بچه ها رو عذاب دادی. از برای تو شده از اینجا برآمده رفتن. خدایا این را بینیده من چیکار کردم؟ با سیده وقتی که به محله بر بگشتن به صدمه دچار شدن. حاضر دخترت در بیمارخانه جان میدهد، تو باشی خبر نداری. حلیمه چی شد؟ سیده دخترم
بچه ها شما راست به خانه روید. ما به بیمارخانه می روید. مرا فهمیدید؟ روید پسرم. حمزه به حمزه خبر ما ده. هیچ خبر میدیم. هیستا حلیمه هیستا. شما از پسی کارهایتون شوید که فکر غم نخورید یکون چیز نمیشود. من به خونه رفته کمی دم میگیرم. وایلش میشل ایستا تو رو یکان کس ناراحت نمیکند؟ نه بازنه مناسبتتون چه حال شد؟ تو حال جدا هستیم مرا نمیبخشد ایشیل از محل رود بد میآیم میگوید این خیلی باشد من باید از این محل روم. لیکن وای آدم ها اگر تو را باز تعقیب کنند چی؟ نمیخواهم که از برای من سر در بلا ماند. تمام. تشکر. تشکر دوغم. این خوبیت رو فراموش نمی کنم. مهم نیست. همه وقت برای کمک آماده. ما خطا کردیم دوغم. تو خوبی، قلبی طلایی داری. تو تماما آدمی دیگر بوده ای. راستی امید نداشتم که یک روز نه یک روز از تو این گپا رو میشنوم سرمن. دوغم تو به همه گونه گپ‌های خوب میارزی. آرون شما کی آمدید؟ چی شد؟ آدم دچار شدیم که عمر سعیده در درون است. سرما برای چی به من خبر ندادی؟ ببخش که از سراسی مگی به یادم هم نامد. حالتش چی خیل است؟ کارهای لازمه رو کردیم. شکر خدا حالتش خوب است. اگر دوغان نمی بود نمیدانم چی میشد. شاید او رو از دست میدادیم. دوغان خون داد. حیاتش نجات داد. این خوبیتان رو هیچ گاه فراموش نمیکنم. با اجازت التماس خالای هوریه او باید شد تنها خانم هوریه بس شد مادر جان. کم بشینید آرام شوید. این روزها رو هم دیدم. قلبی طلایی دارم. خیلی آدمی خوب هستی گفت. به چشمم نگاه کردم میخندید. نباشد سنم چی میشه؟ اینقدر سال من سنم رو انتظار بودم. نه این خیلی باشد حاضر وقتش داغن. چرا سرمه نشود؟ از دستی تو هر چیزی آمد کردی داغن. مادام که تو رو نمیخواهم من هم به نزد آنی میروم که میخواهم. دخترم در کجاست؟ دخترم در کجاست؟ در کجاست؟ آرام بزن سعیده چی حال دارد؟ در درون است. التماس آرام شوید. حاضر او رو باید ناراحت نکنیم. کمی دیرتر او رو البته میبینید میلش. اولش خیر. از دستم اون چیزی که آمد کردیم پدر. لیکن هنوز حالتش خوب نیست. خیلی خونی زیاد رفته است. شکر خدا خونی دوغن موافق آمد. دوغن یک فداکاری کلان کرد. تشکر بر تو دوغن خدا از تو راضی باشد. انشاءالله صحت می شود. غم نخورید. اگر خواهید در بیرون انتظار شوید و خود بیاید ما با شما خبر می رسونیم. رفته.
مرحمت. Tashakkur ziyod. Hech gap yo'q. عمر Labay. چرا هوشت پریشان است؟ نه ببخش عمر، تو را در حالتی ناگوار گذاشتم. میدونی که دیگر چاره نداشتم. عمر ببخش من. دیگر چاره نداشتم عمر ببخش من. همه‌اش از برای من شد. سعیده آمدن نمیخواست، لیکن من مجبور کردم. مجبورن آوردم. ما از اول خطا کردیم. ببخشید ما را. اگر به سعیده یگان چیز شود خودم رو نمیبخشم. خطای اساسی از من گذشت. بیهوده به شما ظلم کردم. قصد دیرین را از شما گرفتنی شده. خطا کردم. چشمانم کور شده بود. عشق پاک شما را دیدن نتوانستم. این من باید از شما بخشش پرسم. شما رو که ها بخشیدم. فقط خودم رو بخشیده نمیتوانم. لیکن اگر توی سرمای عمر و بعد توی تو سعیده رو گذارونم، شاید همان وقت خودم رو میبخشم. اکای حمزه، ما به خانه می رویم. یگان چی شود البته خبر گیر. خوب زیق نشاید همش می رسید. رفتیم. انشاءالله صحت می شود. بسیار غم نخور. سعیده با قوت است. می بینی که همش را پسی سر می کند. Yastadır elde, gönül yastadır. Yastadır elde, gönül yastadır. Gelir deyip kulaklarım seslenir. Gel yarım جواب ده سنم. تلفنت را بردار. باید با تو گپ زنم. yastadır elde, gönül yastadır.
دخترم، دختری بدبختم. مادر؟ مهمون اومد. کی؟ آقای ادهم با مادرش. حاضر. مگر حس نمی کنید؟ گذر پسرم گذر. سلام علیکم. برای یک کاری خیر اومدیم. پسرم خیلی خواست. راستی استوده گپ میزنیم؟ شما مسخره میکنید؟ دختری مرا لایق پسرک که 2 فرزند را دیده ای؟ شما کی هستید که از عائله عدلی ها دختر میگیرید؟ چه جرأت کردید؟ با کرپاتون نگاه کرده پای دراز کنه. روید از اینجا، روید. گیرید این چارو پارو باتون رو برای از اینجا. ما برای کاری خیر اومدیم. روید. برای هیکل بری نشید. برای ستار. هوای خانه را با نفستان افلاس نکنید. روید. خوبی رو نفهمیدم. دخترتان شرمنده نشود گفتیم نفهمیده. معلوم که چرا دخترتان رو رد کردنده. دخترتان از سرطان مانده و اینجا به خاطری حلیمه آمده، وگرنه قدممون رو به این جنجال خانه نمی گذاشتیم. راه کرد پسرم رفته. روید دیگر قدمتون را این طرف نمانید. گناهکار تو هستی که آنها را به خانه راه دادی. ینگه؟ همه این عیبی من است. شما چه گناه دارید ینگه؟ و دخترانم صاحبی نکردم. یک دخترم را هارون گفتنی آدمی بی‌مدنیت گرفت. اکنون او جان میکنه. دیگرش را عمر از دستم گرفتنی. با او چی میشود خدا میداند. من چی گناه کردم که خدا این چیزها را به من روا شما غم نخورید ینگه. میدونید من نیتی سرمه را به عمر دادن ندارم. اهمیت ندادید مگر سرمه تا حال انگشترین نامزدیشان نمی اندازه. ها؟ برای چی نباشه؟ حلیمه بیا درای. آمدم حمزه آمدم. خواهرک زیبایم. از دستمون چیزی که آمد کردیم. دعا کنیم سرما. جز دعا دیگر چاره نداریم. دعا میکنیم. ای خدا جان، به جیانم سید شفا ده. او را از ما گرفته هممون رو بدبخت نکن. تو بخشنده و مهربانی خدا جان، ما را و این 2 جوان را ببخش. خدا جان تو به کسی باری را که برداشته نمیتواند نمیدهی. ما را در زیر باری وزنی نگذار. میدونم در نزد مرحمتی تو عشق ما هیچ از خدا جان. به حرمتی پیغمبری دوست داشتن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با ما نتیجه خیر بده. ما را از نفسمون، از حرصمون و از وسوسه شیطان امین دار خدا جان. رحم کن، در پناه نگاه دار. آمین. آبای سرما خوش. پدر جان خبری خوش. خطر پس سر شد. سیده به خود آمد. همش گذشت. خدا را شکر. مادر جان دخترکم نجات دیو. همش گذشت. آروم شد.
زیق نشوی، همش میگذرد. حاضر به درون در اومدن ممکن نیست پدر جان. کمی صبر کنید مایلش. دخترم زنده مو. شکر که نجات یافت. دخترم سنم بس گذشت شد جانکم بس کن همش گذشت. اوه سنا از ما چی رو پنهان میکنی بگوی بمون. ای خدا جان دردی رو با من ده. راضیم که همه درد و عذابش رو گیرم. من عذاب کشه دخترم رو در پناه نگه دار خدا جان نگه دار. با کجا میره به دپل نورای؟ اکنون من به خونم برمیگردم. خداحافظ بچه ها. خداحافظ اپای نورای. خداحافظ اپای نورای. رفتیم بچه ها. دیر موندیم. رفتیم زودتر. اپای نورایتون اکنون میرود. دیگر نمی آید. فهمیدید؟ نمی آید. برای چی مادر جان؟ شما به نزد اپای صبح رفتن نمی خواهید؟ عمر باید با تو گپ زنم. حتما فهمیدم. شما روی مولچه مرا ندیدید؟ من از کجا دانم دخترم؟ هوشو یادم با سعیده یکون چیز رو مگر میبینم. اوه سعیده گپم رو گوش نکرد. دیدی به سرش چی ها اومد؟ خدایا روی مولچه هم کجا شده باشد؟ رو در رو کشو بین کی اومده است. اپای علی خوش آمدید. مرحمت درآید. ما برای سیده زیق شدیم. درآید مرحمت. کنی درآید. با چی قرار اومدی عمر؟ من یک راهش رو پیدا کردم. چرا؟ دین تو رو خیلی گفتم لیکن پیدا نکردم. یک پیشروی شد سنم. عمر تو با من دروغ نمیگویی؟ با این باوری کامل دارم. هم سرما دل شکسته نمیشود. یعنی؟ تو سرما رو دیدی چه خیلی خوشبخت است. نمیخوام که این خوشبختی رو از او گیرم سنم. میفهمی؟ چی بود است این پیشروی نود؟
دوغان دوغان؟ ایستو، قهر نکن. اول گوش کن. یک روز پیش گفتم بود مست بود، جدی نیست گفتم، لیکن دیروز پرسیدم، جدی بودنش رو فهمیدم. دوغان با تو خانه‌دار شدن میخواهد. سبب گریزانیدن تو و از پس تو دویدنش همین است و تو تکلیف خانه‌دار شدن رو کرده نیست. گوش کن سنم، یگانه آدمی که به تو کمک میکند این منم. یگانه راهی نجات منم. مرا گوش کن سنم. دوغان رو هیچ وقت اینقدر جدی ندیده بودم. نه خودم این خیل گفت. با او میفهمونیم. او باز با من گفت که اگر خانه‌دار شده جدا شود هم با او خانه‌دار شدن میخواهم. برای روز تولد عمر تحفه تیار کرده بودم، لیکن نیست. میکوبم نمییابم. آقای سرما، شما را فال بینم. دستتون را دهید. نرگس، این فکر فال بینی از کجا پیدا شد؟ نرگس، اپای سرمت رو نراحت نکن. اپای سرما، التماس بر بینه. مایلش بین. دستتون را این خیل داره. خوشویه؟ بله. اپای سرما، شما با آقای عمر خانه دار می شوید. دیدی آقا جان، در اینجا می بینم. کنی بینم؟ اپای سرما لباسهای عروسی پوشیده است. شما در اینجا چی کار میکنید؟ خیلی خرسند است. آقای عمر هم خرسند است. لیکن بچه شما روی ملچه گم شده مرا ندیدید؟ روی ملچه؟ بله دیدم. در کجا؟ لنگه حلیمه به فالبین روی ملچه نشان دادم. راست است؟ من رفته یک چای گرم بیارم. سنم، گوش کن. اگر صمیمی بودن دوغان را حس نمی کردم با تو نمی گفتم، مگر من می خواهم که تو بدبخت شوی. در چشمان دوغان یک صمیمیت رو دیدم. باور کن او تو را دوست می دارد و می خواهد که تنها با تو خانه‌دار شود. سنم، باور کن. سنم، فکر کن. من تیار بودم که با تو خانه‌دار شوم، لیکن این خیل راه باشد چرا نکنیم؟ برای تو، برای من، برای سرما، برای دوغان این بهترین راه. این راه را باید سنجیم، وگرنه همه عائله بر ضد ما میشود. ما را از محله بیرون میکنند. نه تو و نه من این را فهمانده نمیتوانیم. خیلی به وضعیت بد میافتیم. تو مرا فهمیدی یا نه؟ مایلش گفتم که عمر. ندیدی چه خیلی وقتهای آخر دوغان عوض شده است؟ شاید او در دل امید دارد. چی گفتی سنم؟ راست میگی عمر. رفته با دوغان گپ میزنه. اگر خواهی تو را یک فال بینم. گوش کنید شکران خانم، شما آیا میدانید که این کاری کردهتون، این فال بینیتون در نزد خداوند گناه است؟ کی میداند شاید این فال دیده شما چند کس را بدبخت کرد. در این باره یگان بار فکر کرده اید؟ اگر فکر نکرده باشید پس فکر کنید.
چی شده؟ گرسنه نموندی؟ حاضر به تو دان میدهم. کنی بخون کپکی من؟ بخون کنی؟ بابری من. سرما به من قلبی طلایی داری گفت. اگر میدیدی که او به من چگونه مینگریست قلبم رو ریش کرد. اگر میدیدی کپک زخمی پیشینم را کشد. خور لعنتی. خور سنم گذر شین به من چی گفتنی بودی داغان؟ لبای چند روز باز از پسم هستی. چی میخواستی گفتن؟ من؟ هیچ. تنها به مثل امک بچه نصیحت کردم. این روزها هوشت پریشان است. با عمر چیزی گفتی؟ چی گفتم؟ با من خانه دار شده نترو. من؟ من این خیل نگفتم. یکون نافهمی شده است به فکرم. خیر اگر گفته باشم هم شاید مست بودم. دروغ است. چرا باید با تو خانه‌دار شوم؟ مرا پرتافته رفته با دیگر کس خانه‌دار شدن خواستی؟ این کار غیر امکان است. خدایا سنم، تو آدمی خواندگی هستی. این خیل چیزها را فکر نکن. نمی شود. ایستا میگویم با تو یک چای بیارن. گپ زنان میکنیم. اکای عادل با ما 2 چای بیار. نشونید. من خودم میارم. سنم در دکانی داغن چیکار میکنن؟ سنم مرا ببخش سنم. یگانه چیزی که در زندگیم آرزو دارم سرمه است. مرا ببخش. عمر چرا این رو با من رها دیدی؟ چرا با من بازی کردی؟ چرا؟ سنم چی شد سنم؟ عمر چرا با من این طور کردی؟ چی میخواستی از من؟ سنم باز چی شد؟
دخترم خوش آمدی. سنم چی شد دخترم؟ اوه خدا. هاشم در کجاست؟ هاشم چی شد؟ یا خدا یا خدا. توف با تو، حیف با تو. هاشم گفت چی شد؟ چی میشد؟ من از دکان داغن برآمدنی دخترت را دیدم. این مراتبه با داغن چی سر و کار داری؟ خدا شیغب هاشم و دختر جوانی این خیل گپا را میگویم مگه؟ سرت خم نیستی، باز عکه هستی. تو به خواهرت صاحبی کردن اتوانیستی. انا میخیل با داغانی باز نیستا. در محله همه گپ میزنند. ناموس خواهرت زیر پای. حیف تو شرمنده، حیف تو، حیف. دیگره چیکار میکنی پسرم؟ انا همیشه دستت درد رو نبینه. اکه انا میشود. رو اکنون خواهرت رو بیار. رو شد بس اکنون به دخترم نرسید. فهمیدید؟ نرسید. چی شما رو کشتنی هستید؟ سیده جونم مرا خیلی ترسوندی. آرام شو. آرام شو سیده خواهرکم خوب هستی؟ ابا جونم مادر جون. سیده همش خوب است، نترس. مادر شفا یاب دخترم. شفا یابی دخترم. خدا شفا دهد. اکنون دیگر به هیچ کجا نگریزید میلش. زودتر شفا یاب. به خانه می رویم دخترم. پدر جون. پدر جان شما در اینجا صحبت کنید. من کمی کار دارم. زود برمیگردم. خوب هستی؟ مهراب جدیدترین فیلم سال عزم و تلاش. دلو نزدیکن چی؟ طغیان عشق. کاخ باربد. شکست آرزوها. آخر شکارش برار میگیرد. احساس تلخ و درد شیرین. یک هفته شد خط و خبر نیست. فاجعه روزگار. 12 فوریه کاخ باربد ساعت 14. یک جای در سیر سینمای نو. با دونستن کلمه و واژه‌های زیاد صحبت شما شنیدنی خواهد بود. واژه‌نامه الکترونی از تقدیمات مرکز پرودوسری همصدا. برنامه الکترونی واژه‌نامه با 4 زبان: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхо мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. فیلم سیراج‌الدین غفوری. جان باید پیدا شود. همین کس را میشناسی؟ فهمیدی دمی و توی یک سپارش قطعی گپ سری سیبیلی است. ما در اتصاد 11 خدمت داریم. کسی کیسه؟ هفته آینده توی ندستانی نامی زبان مسکو دوشنبه همشهر اکشن فیلم سکوت تولد سینمای نو. روزهای نزدیک. امیر را دوست می‌دارد. جوابم را داد. در فروش. استودیوی سوربن.
است. سکوت، نسخه اصل تنها از جانب استودیوی سوربن. санам дар хона аст янга? نیست. پدرشون رو خیلی جنگ کرد. وای بر اومد رفت. و کجا رفت نمیدونم. میکنم با تلفنش هم جواب نمیده. دخترم رو یاب اومد. التماس. خیلی میترسم در وقتی به خونه اومدن رویش به مثل مایلش янга. من او رو میابم. غم نخورید. مایلش. دوغان. اوه امک بچه خوش آمدی. چی شد؟ سنم با اینجا آمده بود. آمده بود. یگان چیز گفت؟ من هم نفهمیدم به خدا. در باره خانه‌دار شدن گپ میزد. گویا که من به تو گفته باشم که با او خانه‌دار میشوم. یعنی چی خیر؟ امک بچه من به تو شوخی کردم. تو هم باور کردی؟ دختری که من رو ترک کرده است چرا با او خانه‌دار شوم؟ مادام که اسماعیل رو میخواد رفته با اسماعیل خانه‌دار شود. تو چی خیل توانستی داغن؟ با ناموس یک دختر چی خیل بازی میکنی؟ مادام که این خیل میگویی چرا مرا استفاده کردی؟ تو چی خیل انسان هستی ها؟ انسانگری من به من دخل دارد آقای دکتر. از سنم قسم را گرفتم. دریاداری وی مرا با امید کرد و ترک کرد. باز یک روی کرده همسری کسی بیگانه شدنی بود. این انتقام است آقای دکتر، انتقام. دلت سوخت دکتر جان. با سنم خودت خانه‌دار شو. مادر گریه نکنید آخر. چرا خواهرت رو میزنی؟ شرم نمیداری؟ یگان تو حتی نحوال او رو نمیفهمی. چیزی شود داد میزنی. کلینم رو نبیره هایم رو از این خونه گریزانده. دخترم رو هم گریزانده. باز بودگیست. آنا آمد. بیبی جان شیرین نکن. نبیره های بیبی. ینگه جون ما برگشتیم. علیه دختر بیا خوش اومدی. سنم هم رفت. بیا رفتیم شیرین نکنی بیبی رفتیم. Ama que pronto, pode que se choras. ای خدا من اکنون چی کار میکنم؟ از این ورطه چی خیلی نجات میابم؟ خدا جان چاره ندارم.
چیکار کنم نمیدونم. این دختر یگان به عقلی نکند. اما که قربان با شما چی شد؟ فرزند انسان گناه کند، دریا هم گریه میکند، آب هم گریه میکند، درخت هم گریه میکنند، پرنده ها. اما که قربان صنم را ندیدید؟ صنم از اینجا نگذشت، به این طرف آمد گفتم، ندیدید؟ زمین هم گریه میکند، آسمان هم، دریا هم. دریا گفتید؟ به طرف دریا رفت؟ زمین هم گریه میکند، آب هم گریه میکند. ای انسان، تو چقدر ظالم بوده ای؟ دریا برای آب بازی کردن است، دریا پر از خون شده است. اگر این ظلم نباشد پس چی است؟ صنم، در کجایی صنم؟ دریا، چقدر شوخی و روانی، چقدر خرسندی، لیکن درونی من خون میگیرم. خیلی میخواستم که دریا باشم، چون که تو یک مقصد داری. از این سنگ به اون سنگ زنی هم به مقصد میرسی. تو بحر داری که رفته به اون میرسی و در اون امین میمونی. من باشم، من سرم رو به سنگ ها میزنم دریا، تنها به درونی خود میگوتم، چون که من بحر ندارم دریا. من به بطلاق خود میخوتم. او رو هم میخوتونم، همراه خود میخوتونم. چقدر میخواستم به تو مادر باشم، تو برامو باش. با من گوش کنید. لبای عمر امروز نامدن؟ نه امروز نامدن. در کجای عمر؟ صنم، صنم التماس نکن، التماس نکن. نزدیک نشم عمر. چرا با من بازی میکنی؟ چرا با من دروغ گفتی؟ صنم، من با تو بازی نکردم. با تو چیزی گفتم، راست گفتم.
نمیدونم تو با چی قرار اومدی، لیکن من قرارم رو برآوردم. سنم شد اکنون، سنم شد. نمیدونستم که تو اینقدر بی اراده و بی طاقت هستی. صبری تو در کجاست سنم؟ صبری که به طلبه ها می آموزی کجاست؟ عشقی که به طلبه ها می آموزی در کجاست؟ عقل و هوش تو کجاست؟ تو چی خیل معلمه هستی؟ میلش خودت را کش. مادامی که اینقدر مردن میخواهی کش. مادام که جسارت به زندگی کردن نداری، مادام که خود را کشته و خدا عصیان میکنی، مادامی که به امانت خدا خیانت میکنی، کش خودت را. این کم بود که باز کودک را هم میکشی. نخواد تو اینقدر ظالم شده ای سنم. مادام که همین خیل است، پران خودت را، پران. سنم، جان خدا عطا کرده را گیری. چقدر جنایت کلان میکنی، میفهمی؟ غیبت مردم و سرزنش اویلت مهم یا اینکه گفته های خداوند؟ کجایی عمر؟ در کجایی؟ من با تو هیچ وقت بازی نکردم و نمیکنم. در گپم ایستادم، فکر کردم، نجات دادن تو را انتخاب کردم. اکنون اشک چشمت رو تازه کن، تازه کن. این سری حیات است. خوشبختی و بدبختی بعضی ها مبدل می گردد. بعضی ها از تاریکی به روشنی راه گیرند، بعضی ها از روشنی به تاریکی راه می گیرند. بعضی ها از عذاب خلاص شوند، بعضی ها گرفتار عذاب می شوند. این برای انسان ناحقی ظلم نیست مگر؟ اگر انسان این سر را بیند، با قلبش نگاه کند، حیات در حقیقت به این حالش و ما خوشبختی را به یاد می آورد. برای آدمانی با فهم بدبختی ها قدر خوشبختی های بی آخر را بلند می کند. خوشبختی ها یک ذره بدبختی است. انسان اگر این سر را نگاه داشته تواند، اراده صبر کردنش با قوت می شود، قدر پیدا می کند. نه هر آدم خوشبختی بی آخر را درک می کند. در این دنیا صبر کردن می تواند. به غمها آواره شده فداکاری می کند که عقل انسان این را برداشت کرده نمی تواند. ما رو هیچ کس ندید. همه فکر میکنن که تو از این محل رفته ای. تو رو با آدم ها نمیدی همیشه. خدای توبه، در کجا بودی عمر؟ با تلفن هم جواب نمیدی. چقدر تو رو در بیمارخانه منتظر شدم و تو یک توفه غیر چشمدار دارم.
روزی تولدت مبارک عمر. این رو برای تو دوختم. حتی با دستم سوزن خلید، من هم خونم رو به اون مولیدم. با اون گفتن خواستم که تو رو از جانم هم زیادتر دوست می‌دارم. خیر چه خیلی معقول شد. میدونستم که معقول می شود. انگشترینم رو پس گرفتم میخواهم. نفهمیدم. ما با سنم خانه دار شدیم.